سلام دوستای خوبم، بریم با هم این پنیر پیتزای کشدار و عالی رو درست کنیم. شیر خام و پرچربمون رو میذاریم روی حرارت. وقتی که گرم شد بهش قاشق سرکه اضافه میکنیم تا کاملا شیر بریده بشه. حرارت کم باشه و شیر اصلا نباید بجوشه. وقتی پنیر یه گوشه جمع شد از آب جدا میکنیم و داخل یه صافی میریزیم و آبشو کامل میگیریم. نمک رو به آب پنیر اضافه میکنیم و اجازه میدیم جوش بیاد. حالا پنیر رو میندازیم داخل آب جوش. بعد از 20 ثانیه برمیداریم. حسابی آبش رو میگیریم و میندازیم داخل آب یخ. 20 ثانیه هم داخل آب یخ بمونه. این کار رو 4-5 دفعه تکرار میکنیم. پنیر رو میذاریم فریزر به مدت 7-8 ساعت. از فریزر در میاریم، 1 ربع در دمای محیط بمونه و رندش میکنیم. بسته بندی میکنیم و توی فریزر نگهداری میکنیم. ریختم توی مایتابه که تست کنیم ببینیم چقدر کش میاد. فقط کششو ببین.